حديث 19 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاری. جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که کسی که از آن را شنود، ببینید شرطش را، من یسمع النداء، من قال حین یسمع النداء، کسی که بعد اینکه از آن را شنوید گوید، از آن که گفته شد برابر مؤذن تکرار کرده، سپس گوید که اللهم رب هذه الدعوة التامة. ای الله، معنای اللهم یعنی یا الله، این میم عوض از یا هست، یا این ندا، بنابراین یا الله گفته میشد یا اینکه اللهم گفته میشد. یا اللهم گفته نمیشد الا در موافقت کردن وزن شعر. بعضی شاعران گفتن که یا اللهم یا اللهم، یعنی ای الله یا الله. معنای اللهم یا الله، ای الله صاحب این دعا، صاحب این دعوت تو هستی. دعوت به معنای که بیا به نماز، بیا به نجات. الله تعالی ما را در یک شبانه روز 5 مرتبه به مسجد دعوت میکند. مثلا بعضی بایها یا امیرها یا سلطانها یا شاهها وزیرهای خدا به مجلسشان دعوت میکنه. اونو ترسان و لرزان میبینم که شاه چی میگفته باشد. هر وقتا که سلطان یا شاهها وزیران خود رو به مجلسی خودش دعوت میکنه، همش با ترس با اهل و عائلش خیر خوش کرده میرد. شاید امروز کشته شوم، شاید پگاه کشته شوم. یعنی دعوت. اللهم رب هذه الدعوه، این الله تو صاحب این دعوت هستی، یعنی بیا به نماز، بیا به نجات، صاحب همین دعوت تو هستی، یعنی این دعوت تو کردی، به سفارش تو شد. و الصلاة القائمه، صاحب این نمازی که از خوانده میشه تو هستی، یعنی همین نماز به خاطر تو است. آتی محمدا الوسیلة والفضیلة، برای محمد صلی الله علیه و وسیلت و فضیلت ده. یعنی این چی هست؟ پیامبر صلی الله پرسیده شدن که این وسیلت و فضیلت چی هست؟ گفتن که این از همه عالی ترین مقام در جنت هست که این یک کس به داده میشه. و ارجو ان اکون انا، امید میکنم که اما آدم من باشم. و کسی که همین مرتبه برای پیامبر صلی الله علیه و پرسد، ای الله تعالی برای محمد صلی الله علیه و وسیلت و فضیلت را ده، همین گونه. و بعثه مقام محمود الذی وعدته، مقامی محمودی که وعده دادی همون مقام به زنده کنه، یعنی مقامی که شفاعت میکنه. اولین و آخرین از شفاعتی پیامبر صلی الله علیه و بهره مند میشه روز قیامت، خواه کافر باشه خواه این مسلمان، چون قیامت نمیشه 500 سال تا پیامبر صلی الله علیه و شفاعت نکنند، واسطه نشوند بین آدم های و بین الله تعالی، قیامت قایم نمیشه. الله تعالی سوال و جواب جاری همه راست میستن. مردم به نزد حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی میرن در حدیث مشهور شفاعت. اونا نمیتونن شفاعت کرده، میگن که این فقط سزاوارش یک کس است، انا این مقام محمود است. و بعث مقام محمود الذی وعدته، الله حضرت محمد را به اون مقام محمودی که وعده کردی به همون مقام زنده کن. گفت دعا میکنید. پیامبر صلی الله علیه و آله کسی که بعد از اون همین سخنها را گوید، حلت له شفاعتی، شفاعتی من برای او نازل میشد، سزاوار شفاعتی من میشد. دعای بعد از آن چی فایده دارد؟ لیکن برادرای عزیز، زیادتی هایی که در کتابچه های تاجیکی و ازبکی و در بعضی کتاب ها آمده است، اونا زیادتی های صحیح نیست. مثلا و درجه العالیه الرفیعه، یعنی برای پیامبر درجه عالی بلند ته. درست دعای خوب است، لیکن پیامبر صلی الله علیه و آله اینا نگفتیم. خیلی که گفتیم ما اگر گوییم که خیلی همین گپه گویا چیکار کرده است که گپی نقص کو، درست است، لیکن این گپی نقص هذه زیاده ضعیفه. علما گفتن که همین زیادتی ضعیف است. این نه در بخاری آمده است، نه در مسلم، نه در ابو داود، نه در ترمذی، نه در نسائی و نه در ابن ماجه، نه در مستدرک حاکم و نه در صحیح ابن حبان، بلکه در سنن بیهقی آمده است. سنن صغرا از آن بیهقی، اون کتابشان یعنی حدیثی صحیح هم داره، ضعیف هم داره. همین اضافگی این عفوا و درجه العالیه رفیعه عموما آمدگی نیست، اما انک لا تخلف المیعاد در سنن بیهقی آمدگی است.
یعنی انک لا تخلف المیعاد، مثلا در دعاهای ما، زبانهای ما آمیخته شده، چون که کتابچه‌های تاجیکی و وقتشان در همین دو جمله که در حدیث بخاری نیست در آوردگی هستن، مضمونش درست است، تو به وعدت خلاف نمیکنی، درست است که الله تعالی با وعدش خلاف نمیکنه، لیکن پیامبر صلی الله همین جمله نگفتن. در یک روایت بخاری که اینم روایتی کشمیهنی هست، در همین روایت آورده است محققان علما ممکن شاذتون لا تصح عن البخاری، این روایت از بخاری شاذ است، صحیح نیست، بخاری این روایت نکردن، چون که این فقط یک نفر از ناسخهای از راویهای بخاری همین عباره را آورده است و این حدیث نه در بخاری نه در مسلم و در کتابهای ششگانه نیست، فقط در سنن صغرای بیهقی است همین جمله انک لا تخلف المیعاد. اما جمله و درجه العالی طرفی مطلقا نیست، این در کتابهای حدیث نیست، عموما کسی در آورده است، خیلی گپی نقص گفته در آورده است، لیکن آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن یا مراتب تکرار میکنم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. همین قدم میگوید، همین کی گفتن که حلت له شفاعتی یوم القیامه، شفاعتی من برای همین آدم میفراید، یعنی به شفاعتی من نائل میشد، روایت بخاری. این هم درباره از آن